سلام به همتون. به کانال ما خوش اومدید. حتما دوناتلو یکی از شخصیت‌های لاک‌پشت‌های نینجا رو میشناسید. برنامه امروز در مورد شخصیت انسانی دوناتلو یعنی کیلیان امباپه است. پس با ما همراه باشید. امباپه بچه حومه پاریس و پدرش مربی فوتبال و مادرش هم یکی از ورزشکارای الجزایر بود. کیلیان در سال 1998 به دنیا آمد و از همون کودکی عاشق توپ و فوتبال بود. در ابتدا تو تیم پدرش یعنی آیسپوندی شروع به تمرین میکنه و پدرش هم وقتی میبینه این همه استعداد داره سعی میکنه با برنامه‌ریزی بهش کمک کنه و همینطور هم میشه کیلیان وارد تیم موناکو میشه. امباپه فقط با 17 سال سن جوان‌ترین بازیکن فرانسه میشه و رکورد تیری هانری رو میشکونه. بعد از اینکه توی موناکو ترکوند، ناصر الخلیفی مالک پاریس سن ژرمن بهش پیام میده که هر چی پول میخوای بهت میدم، فقط بیا. کیلیان امباپه با پیشنهاد 180 میلیون یورویی وارد پاریس میشه و به یکی از گرانترین بازیکنان دنیا تبدیل میشه. این بچه سال در سال 2018 با فرانسه قهرمان جهان شد و در بازی فینال موفق شد گل بزنه که بعد از پله به دومین نوجوانی تبدیلش کرد که در فینال جام جهانی گل میزنه. این پسر خوش اخلاق جایزه بهترین بازیکن سال اروپا، بهترین بازیکن جوان و یه عالمه عنوان و جایزه دیگه هم توی دوران فوتبالیش الان به دست آورد. کیلیان با آلیشیا آلیس دختر شایسته فرانسه رابطه عاشقانه داره، ولی هیچ وقت رابطه‌شون رو علنی نکردن و جفتشون بسیار آبزیریکا تشریف دارن. این بچه خردو از همون زمان که طفلی بیش نبود تو کف رونالدو و رئال مادرید بود، ولی ناصر الخلیفی اجازه نمیداد حتی به پیشنهاد رئال فکر کنه، ولی بالاخره موفق شد با لجاجت به هدفش برسه و همین چند روز قبل بازیکن رئال شد. خلاصه لجوج باشید تا به هدفتون برسید. ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. دم همتون گرم.